چی دوست داشتم تو 20 سالگی میدونستم به جای 30 سالگی؟ این 3 تا فیلم خطرناک. بریم سراغشون. اول از همه دختر گمشته. این فیلم هیجان انگیز روانی کاری میکنه به همه چیز و همه کس شک کنی، مخصوصا همسرت. بازی بن افلک و رزامان پایک واقعا آدمو میخکوب میکنه. بعدی باشگاه مبارزه. قانون اول راجع به باشگاه مبارزه حرف نمیزنه. و الان قانون رو شکستم. برد پیت و ادوارد نورتون شما رو به یه سفر عجیب و غریب و پیچیده میبرن. باور کن مغزت از این ورزش حسابی کیف میکنه. آخرین فیلم، اما نه کم اهمیت ترین، پیر پسر. این شاهکار کره جنوبی، تاریک، پیچیده و به شدت جذابه. اگه فکر میکنی همه جور فیلم میدیدی، دوباره فکر کن. خب پاپ کورنتون رو